وحید نظر در مورد فیلم من چیه؟ خیلی فیلم متفاوتی بود. روزی که فیلم تو آوردی خب خیلی ناراحت بودی و مستحسر که اینکه چندین بار فیلم تدوین شده و اون اتفاقی که میخواستی نیفتاده و وقتی که با هم دیدیم که قرار بود صدا و رنگش رو انجام بدم به پیشنهاد دادم که واقعا جا داره اون چیزی که در ذهنت اتفاق بیفته و مهمترین نکته فیلم این بود که یک موضوع کاملا روانشناختی بود با نظریه‌های مختلف روانشناسای مختلف که خاطرم هست که چندین بار توی وایت بورد نوشتم برات که مثلا فلان روانشناس این نظریه رو داده اینجای فیلمته و کاملا خودت میگفتی دقیقا همینو من میخواستم و انقدر که فیلمت پربار و پرمفهوم بود دلم نیامد بگم که این کار دوباره تدوین نکنم. بعد همین به پیشنهاد دادم که یک کمی صبوری بیشتری کنی با اینکه میدونم خیلی اذیت شدی و کاملا هم طبیعی بود و پذیرفتی که این کار رو انجام بدیم و خیلی لذت بردم توی زمانی که داشتیم تدوین میکردیم به خاطر اینکه خودت میدونستی دقیقا چی میخوای و در واقع تفکر خوبی پشت فیلم بود. این خیلی برای من مهم بود و همین باعث میشد خب ایده های جدیدتر تدوینی به من برسه و خیلی متفاوت‌تر بشکار کنم. خیلی داره درست میگه. من سر فیلمم خیلی عذاب کشیدم. یک سالی درگیر تدوین بودم، تدوینای مختلف کردم، خیلی جاها رفتم، ولی خب چون فیلمم یه رئال اجتماعی معمولی نبود و من سعی داشتم درونیات یک زن رو توی فیلم نشون بدم، چون اصلا کلا نظر من اینه که تو یه سری ابزار در سینما و تئاتر داری که مجبور نیستی یک چیز معمولی رئالی که مردم در دسترسشون هست رو کار کنی. تو میتونی یه کاری انجام بدی که اون در عالم واقع نمیتونه ببینه و تو از این ابزار میتونی کمک بگیری که اون رو نشون بدی. برای همین متاسفانه میگم من که سراغ همه تدوینگرا نرفتم، سراغ خیلی ها رفتم، ولی خب خیلی برام جالب بود که اصلا درکی از فضا نداشتن. هر کدومشون یه نظری میدادن که این اینطوریه و مثلا من یه دیوار آبی داشتم که نمای خارجیم در اون اتفاق میافتاد، داخل فیلمم بود، اصلا قابل درک نبود برای فیلمسازا، برای ببخشید تدوینگرا. و خیلی جالب بود زمانی که با وحید آشنا شدم. وحید نکته به نکته چیزهایی که در ناخودآگاهی من بود و در این فیلم استفاده کردم. یا گفت اصلا مثلا دکتر 95 می‌بینم، نمیدونم روانشناسی فروید می‌بینم، فلان می‌بینم، حالا جزئیاتشو نمیخوام بگم، حالا فیلمو بعداً می‌بینید توی اکران. اینا رو برام توی بورد کشید نکته به نکته. شخصیت پردازی منو تحلیل کرد، شخصیت منو جدا کرد، اینا رو نوشت. خب وقتی تدوینگر فهم این رو داره، خب یک زبان دیگه از فیلمه و اون به من کمک میکنه که بتونم فیلمم رو برای مخاطب قابل فهم کنم و واقعا باید این کار برای من کرد. خیلی ازت ممنونم. و اینکه یک آدمی، من میدونم خیلی از فیلمسازای مشکل رو دارن، یعنی به یک تدوینگر، فیلمبردار تو مراحل ساختشون به کسی نمیرسن که گاهی زبانشون رو بفهمه. یک سری چیزا قابل گفتن نبود، خطی نبود در فیلم من، حتی شخصیت زن. مثلا من دنبال یکی بودم که مدا بازی کرده، آنتیگونه بازی کرده، شاید یه سری شخصیت‌ها رو بازی کرده باشه که در مایه روانی داشته باشه. بعد من گفتم چرا تو به اون داره؟ خب ربطی اصلا به اون نداشت. ولی من خواستم یک درون مایه روانی در اون شخصیت دیده باشه و اینها رو قبلا در خودش پرورونده باشه. و حالا این پروسه ها گذشت و واقعا خیلی خوشحالم که یک نفر وحید کردلو زبان منو فهمید و یک تدوینی زد که خدا رو شکر فیلم جشنواره‌های زیادی رفت، مورد پسند خیلی قرار گرفت. حالا ایشالله اکران هنر تجربه‌مون که بشینیم همه دست جمعی فیلم ببینیم. دقیقاً یه کار جالبی که توی تدوینش اتفاق افتاد که برای خودم خیلی جالب بود و با هم فکر بودیم این که ما توی تدوین اومدیم خیلی دیالوگای ذهنی کردیم. این نکته خیلی مهمه بود و وحید این پیشنهاد رو من خواهش می‌کنم این با گپ و گفتگو من به این رسیدم. اینکه زن در اون حالتی که قرار گرفته قطعا اون چیزی که باید بگه اون نمیگه و در درون خودش میگه، مردم همینطور، و این عدم گفتگو باعث میشه که خیلی از اتفاقات بدتری به وجود بیاد و این چیزی که من توی جامعه زیاد دیدم و برای خودم خیلی جالب بود که حالا ما این توی تدوین توی این فیلم پیاده کنیم و من خودم خیلی لذت بردم. خیلی همین ایده‌ای که داد به شدت به فیلم من کمک کرد و باعث شد که برای من قابل گفتن نبود که چی میخوام و خیلی برای من جالب بود که باید میفهمید
ولی متوجه قضیه میشد. به نظرم وظیفه تدوینگر اینه، این تدوینگر باید همیشه میگم روانشناسی بدون خونده باشه، جامعه شناسی، فلسفه، موسیقی و مجموعه از همه این اتفاقات باعث میشه که تو حالا بعد بیای به فکر کات زدن باشی. و مهمترین نکته به نظرم توی تدوین این که تدوینگر چقدر میتونه به روایت داستان کمک کنه و اصلا تدوینگر وظیفه مهمش اینه که یه تفکری رو در فیلم جاری کنه و با مسیر کارگردان، یعنی در ذهن آنچه که در ذهن کارگردانه تدوینگر هم به همون مسیر در اون. آخه تدوینگر خودش باید این پیچیدگی رو داشته باشه واقعا، یعنی اینکه بخواد اون تفکرات رو جاری کنه باید برای خودش قابل فهم باشه و خودش اون دنیا رو درک کنه تا بتونه این کار بکنه. در اصل خیلی خوشحالم که دوست داشتی و این خودش برای من خیلی لذت بخشه که کارگردان خروجی کارشون میبینه، واقعا دوست داشتی. عالی بود واقعا به فهم فیلم من با تدوینش کمک کرد. قربانش.